مؤسسه تو واقعا چون که اصلا بچه‌ها این دفترم نمیدونن که اینجا قضیه چیه. یعنی کار اصلی ما خرید و فروش ماشینه. ما 50 تا ماهی فقط ریجکت میکنیم. چرا؟ اوضاع واقعا اینقدر خراب گوش اون بچه رو بگیم به نظر که خانمای شوهردار میان اینجا شوهر راضی واقعا؟ میگه آقا من تعهد محضری میدم که بعدا شکایت نکنم چی ما اینا رو که ریجکت میکنیم دیگه آهن نفرین مردم پشت سرمون نباشه اگه زن شوهر دار. ولی یعنی میخوام بگم مراجعه ما یه زمانی خودمون سعی میکردیم کیس پیدا کنیم، الان کیس ها ما رو پیدا میکنن، دوستا به هم معرفی میکنن. خیلی وحشتناک. خیلی خب خیلی وحشتناک نیست. چرا آقا وحشتناکه؟ یعنی این آقا همه راضی هم. نه نگین این حرف. عالی، شادیش مبارکتون باشه. مبارک چرخش براتون بچرخه. دو تا بیزینس رو با هم قاطی میکنیم بعضی. چجوریه؟ یه خانومی داریم اینجا کم کار کرد، بدن 76 ولی موتور 84. آقا تعریف شما رو زیاد شنیده بودیم ولی واقعا الان ما شیفته شما شدیم. اشتباهه. من احتمالا دفعه بعد خودتون